بسیار خوب. امروز میریم سراغ معرفی سلول‌های سوختی به عنوان منبعی برای تولید انرژی سبز. اول بیایم دلیل نیاز ما به سلول‌های سوختی رو پیدا کنیم. نکته اول، سوخت‌های فسیلی رایج‌ترین سوخت برای خودروها و نیروگاه‌ها به حساب میان. اما دو تا مورد خیلی مهم باهاشون داریم. یکی این که چون این سوخت‌های فسیلی رو استخراج می‌کنیم، ذخایرشون به سرعت دارن کم میشن و ثانیاً سوزوندن این سوخت‌ها آلودگی زیادی رو داره وارد هواکره میکنه که خب با چالش‌های نگران کننده هم بشر رو روبرو کرده. بنابراین دو تا دلیل عمده وجود داره که ما دنبال یک جایگزین مناسب برای سلول‌های سوختی بگردیم. شاید دلیل اصلی هم جایگزین کردن اونها توی خودروهاست، چون بیشترین میزان آلودگی که داره وارد هواکره میشه از حرکت خودروها در مسیرهای عبوریشون داره تولید میشه. به عنوان یک جایگزین سلول‌های سوختی معرفی میشن که نمونه از سلول‌های گالوانی هن. یعنی توشون انتقال الکترون اتفاق میفته، آنود و کاتود وجود داره و این انتقال الکترون به جریان الکتریکی داره تبدیل میشه تا بتونه باعث حرکت خودرو بشه. توی این سلول‌های سوختی هم انرژی داره تامین میشه، هم آلودگی محیط زیستی داره کاهش پیدا میکنه و ضمن اینکه کارایی بیشتری هم نسبت به سوخت‌های دیگه براشون وجود خواهد داشت. به همین دلیل هم به عنوان منبع انرژی سبز شناخته خواهند شد. قاعدتاً ممکنه شما پیشنهادهای دیگه یا جایگزین‌های دیگه هم داشته باشید، مثل سلول‌های خورشیدی، انرژی باد، انرژی گرمایی یا بقیه انرژی ها. اما از اونجایی که بحث واکنش هایی که همراه با نقل و انتقال الکترونن و جریان الکترون هم یعنی جریان الکتریسیته، اینجا از این نوع سلول و این نمونه برای جایگزین داره نام میبره. توی خودروبی آزماییتون مراحل تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی رو داره نشون میده. این همون سوخت یا در واقع اون انرژی فسیلی منه، سوخت فسیلی منه که منتقل شده، حالا میتونه گاز باشه، نفت باشه یا هر ترکیب دیگه. سوخت سوزونده میشه، آب رو تبخیر میکنه، بخار تولید شده توربین ها رو به راه میندازه و برق تولید میشه و نهایتا هم منتقل خواهد شد. این روش سنتیه که ما همین الان هم توی کشورمون ازش استفاده میکنیم. اما یه روش دیگه وجود داره، اینه که من سوخت رو منتقل کنم، یعنی به عنوان شروع روند یا فرایند از اون سوخت استفاده بکنم، اما این انتقال سوخت فقط برای راه انداختن سلول سوختی من و نهایتاً تولید جریان الکتریسیته من باشه. همونطور که میبینید 5 مرحله به 2 مرحله داره تبدیل میشه و قاعدتاً چون این سوزاندن سوخت اینجا اتفاق نمیفته، یعنی میزان آلودگی محیطی من داره چی میشه؟ کم میشه. گفته توی کدوم یکی از این روش ها اتلاف انرژی به شکل گرما بیشتره و چرا؟ قطعا روش اول. چرا؟ چون هرچی تعداد مراحل شما بیشتر میشه، یعنی اینکه میزان هدر رفت انرژی شما بیشتر خواهد بود. یعنی هدر رفتن انرژی به تعداد مراحلی که شما دارین کار میکنین تا به دست بیارین و یا تبدیلتون رو انجام بدید به شدت وابسته است. یعنی در واقع رابطه مستقیم داره. هرچه تعداد مراحل بیشتر باشه، هدر رفتن انرژی هم چیه؟ بیشتر. ببینید من اینجا میخوام انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت فسیلیم رو به جریان الکتریکی تبدیلش کنم. باید 5 مرحله رو طی کنم. به خاطر این افزایش تعداد قطعا هدر رفت انرژی من هم بیشتر خواهد بود. گفته کدوم روش کارایی بهتری داره؟ قطعا روش دوم. چون هرچه تعداد مراحل من کمتر میشه، یعنی سیف انرژی و هدر نرفتن انرژی در واقع برای من به وجود خواهد اومد. برای همینم کارایی یا بازده روش من بیشتر خواهد شد. گوشه کتابتون رو ببینین. گفته شما اگه بیاین گاز هیدروژن رو توی موتورهای درونسوز بسوزونین، تقریبا 20% بازدهی خواهد داشت. در صورتی اگه وارد واکنش اکسایش رو کاهش بکنیدش و توی سلول سوختی ازش استفاده کنید، بازدهیش رو تا 3 برابر افزایش خواهید داد. بنابراین به صرفه است که من بیام گاز هیدروژن رو به عنوان یک سوخت که تولید آلودگی نمیکنه، چون گاز هیدروژن رو که بسوزونید آب تولید خواهد کرد، پس هیچ آلودگی برای محیط زیست نداره. به جای اینکه بیام مستقیم بسوزونمش، کافیه وارد یه واکنش اکسایش رو کاهش بکنم تا بتونم از انتقال الکترونش چیکار کنم؟ جریان برق رو به دست بیارم. رایج‌ترین سلول سوختی که معرفی شده و وجود داره اصطلاحاً بهش سلول هیدروژن اکسیژن گفته میشه.
از اسمی هم که روش گذاشته شده کاملا پیداست، یعنی من باید از گاز هیدروژن و گاز اکسیژن برای این سلول استفاده کنم. گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به طور کنترل شده واکنش میده و یه بخش از انرژی شیمیایی که توش ذخیره شده رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه. ساختار سلول رو دارید میبینید. آنود دارید و کاتود که این آنود و کاتود شما در واقع پوشونده شده با کاتالیزگرن، فقط برای اینکه سرعت واکنشتون رو افزایش بدن و جزء بخش‌های خنثی به حساب میان که مثلا میتونه گرافیت باشه، پلاتین باشه، بستگی به ارزش این سلول سوختی و جایی که قرار ازش استفاده بشه. همونطور که دارید میبینید توی آنود گاز هیدروژن داره وارد میشه. همیشه توی آنود اکسایش اتفاق میفته. پس در واقع هیدروژن هایی که دارن وارد میشن در مجاورت کاتالیزگری که وجود داره تمایل به از دست دادن الکترون پیدا میکنن و الکترون هاشون رو وارد این قشای مبادله کننده یون میکنن. الکترون ها آزاد میشن، دارین میبینین به سمت بالا حرکت میکنن. اون طرف قضیه گاز اکسیژن داره وارد میشه. گاز اکسیژنی که داره وارد میشه با ورود دو عامل روبرو خواهد شد. هم الکترون ها دارن وارد میشن، هم یون های هیدرونیومی که آزاد شده. چون ببینید اینجا مولکول های هیدروژن که دارن میان مولکول دو اتمیه دیگه. الکترون که آزاد میکنه هر کدوم این مولکول‌ها تبدیل به 2 تا یون خواهد شد. بنابراین جریان شدیدی از یون های هیدرونیوم همینجا برقرار میشه. گاز اکسیژن در مجاورت این الکترون های آزاد شده و یون های هیدرونیوم چی رو تولید میکنه؟ آب رو تولید خواهد کرد. من به طور جداگانه واکنشی که توی آنود و توی کاتود اتفاق افتاده رو براتون نوشتم و قطعاً از جمع کردن این دوتا واکنش ما به واکنش اصلی یا کلی این سلول که اصطلاحاً به سلول سوختی هیدروژن اکسیژن میگن خواهیم رسید. همونطور که مشاهده کردین سلول سوختی 3 تا جزء اصلی داره. یه قشای مبادله کننده، الکترود آنود و الکترود کاتود که خب این دو بخش رو از قبل هم میشناختیم. این بخش شاید بخش جدیدیه که برای مبادله کردن یونها در واقع توی این سلول بیشتر به چشم میاد. آنود و کاتود هر دوتا کاتالیزگرهایی دارن که واکنش ها رو سرعت میبخشن و اگه اون دوتا نیم واکنش رو با هم جمع بزنیم، یعنی من این دوتا واکنش رو با هم جمع بزنم، واکنش کلی من به این ترتیب نوشته خواهد شد. 2 تا هیدروژن گازی به اضافه O2 گاز تبدیل میشه به بخار آب که در واقع هیچ آلودگی برای محیط زیست به وجود نخواهد آورد. نکته که وجود داره اینه که گاز هیدروژن به عنوان سوخت به طور پیوسته داره وارد میشه و اکسایش پیدا میکنه. همزمان با اون هم گاز اکسیژن با سوخت واکنش میده و دچار کاهش میشه. وقتی معادله رو نگاه میکنین شما یون نمیبینین، یعنی گونه باردار توش نمیبینید، همه مولکول های کاملا خنثان. ولی وقتی واکنش رو از درون نگاه کردیم دیدیم واکنش یه واکنش چیه؟ مبادله الکترونه. یعنی ممکنه شما با واکنشی مواجه بشین که گونه ها همه گونه خنثی باشن، ولی وقتی وارد واکنش میشید یا وقتی که وارد در واقع تغییرات گونه هاتون میشین میبینین که واکنش در واقع از واکنش اکسایش و کاهش به وجود اومده. یک استراحت کوتاهی بکنید، مجدد با هم دیگه ادامه خواهیم داد.